سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ انشالله که خوب و عالی باشید. با ویدیوی دیگه در خدمتتونم. توی این ویدیو میخوایم ببینیم که نظر این دو شخص راجع به شما چیه. دو تا شخص رو میتونید نیت کنید، دو گزینه رو میتونید حتی برای یه نفر گوش کنید، هر جاش بهتون میخورد برای خودتون بردارید. اول گزینه ها رو انتخاب کنیم ببینیم که میخوام سر و صداست، الان درستش میکنم. گزینه ها رو انتخاب کنم. گزینه اول چه کارتیه برای شما؟ خب گزینه اول خودت باش. گزینه دوم حقیقت خودتو بدون. از بین این دو دسته انتخاب کنید شخص مد نظرتون رو و گوش کنید ببینیم که نظر این شخص راجع به شما چیه. خب ببینیم که نظر شخص گزینه اول که خودت باش هست چیه در مورد شما، چی فکر میکنه راجع بهتون. خب این شخص خیلی ناامیده نسبت به شما، فکر میکنه که جواب شما نه هست، فکر میکنه دیگه امیدی نیست. یه همچین کارتی اومد اولین کارت، فکر میکنه داره به خودش امید واهی میده. دو تا کارت نه افتاد، چه عجیب. فکر میکنه شما دوستش ندارید، احساسی بهش ندارید، خوشتون نمیاد ازش، یه همچین انرژی میگیره از شما. یا ممکنه که الان اینجوری فکر میکنه که شما دیگه دوستش ندارید، شما دیگه نمیخواید بپذیرید این فرد رو کنار خودتون. چون که ممکنه که خیلی نسبت به شما یه جورایی ثبات نداشته، خیلی حسش رفتارش مدام سرد گرم می شده و این باعث شده که شاید تو ذهن خودش اینجوری فکر میکنه که این مسائل باعث شده که شما ترس زخم خوردن از این شخص رو داشته باشید. مثل کارت مار افتاده براش، یه جورایی نیش خوردن، یا فکر میکنه که شما فکر میکنید شخص بهتون نیش زده و نمیخواید دیگه بهش اعتماد کنید. ولی خود این شخص نظرش راجع به شما خیلی جذابید براش، خیلی دوست داره که این کارت، حالا نمیدونم ولی خب معنیش اینه که هوس دیدار تو رو دارم، هوس تو رو دارم، یه همچین معنی رو میده و یه همچین نظری داره این روزا نسبت به شما. دقیقاً. ولی ببینید اینجا داره میگه، این کارت داره از شخصی میگه که خیلی ممکنه مسائل سکسی براش مهم باشه، خیلی شخصی خودخواهه، خیلی تندخو ممکنه باشه این فرد و دقیقاً چه عجیب. و این شخص دقیقاً الان توی زندگیش شرایطی داره که پارتنری نمیتونه موقعیتی پیدا کنه برای اینکه، نمیدونم چجوری بگم ولی همچین چیزی واقعا نمیشه نگفت، موقعیتی رو نمیتونه پیدا کنه برای همچین رابطه ای و تنها مونده و خیلی این باعث شده که بخواد یه جورایی، این تنها موندنش باعث شده که این شخص فرصتی پیدا کنه برای فکر کردن نسبت به شما، رابطهش با شما، جدی کردن رابطه، یعنی یه قدم به جلوتر بردن رابطه. ولی بیشتر من احساس میکنم تحت تاثیر اینجور مسائل هست، نیاز به همچین چیزی انگار باعث شده که این فرد این همچین نظر رو حسی داشته باشه الان. ولی ترس داره، ترس از قدم گذاشتن داره، چون که فکر میکنه که شما باهاش مخالفید و دیگه نمیخواید ریختش رو ببینید، یه همچین فکر و نظری داره. چه کارت عجیبی افتاد. ببینید این قطعا این یه دک خاصه، برای همه شما میتونه نباشه، برای یه دک خاصی هست. این کارتی هست که از همجنسگرایی میگه، تمایل به جنس موافق، یا اگه برای دوستتون نیت کردید که میخواید نظر اونو بدونید، یه احساساتی که تمایلاتی که نمیشه پنهانش کرد، نمیتونه قایمش کنه. این نظرش در مورد شما اینه که وقتی که کنار شما، روبروی شما قرار میگیره، نمیتونه این احساسات خودش رو قایم کنه.
میتونه هم جنس حالا گرام نباشه، ولی خب در صورت حسش مشخصه. یعنی میگه اگه شما ببینیدش کاملا خودتون متوجه میشید از اینکه جذب شماست، جلب شماست این فرد. خیلی خودشو میخواد در مقابل شما بگیره، یعنی خیلی صرف خودشو میخواد نگه داره که اگه دیداری دارید که نشون نده به شما متوجه این کشش نشید، اما انگار همیشه خودشو لو میده و میدونه که شما اینو میدونید، متوجه میشید. این شخص میدونه که شما هیچ جایی نمیرید، میدونه که شما هستید، شما تو خونه اید، جاتون امنه، ولی خودش توی روابط تاکسیک ممکنه قرار داشته باشه، توی مشکلات خانوادگی، مشکلات فامیلی ممکنه داشته باشه، درگیری و بحث و جدل، ولی فکر میکنه راجع به شما که شما جاتون امنه، توی خونه هستید و در امانید از همه دعواها، بحث‌ها، این مشکلات. در مورد شما همچین فکری میکنه، ولی خودش کلی گرفتاری و مشکل داره. دقیقا دوباره کارت مشکلات خانوادگی، کارت بچه افتاده، مشکلاتی به خاطر بچه، شاید به خاطر فرزند نمیتونه این رابطه رو کات کنه. حتی ممکنه که اینجا خبر از یه بچه تازه به دنیا اومده هم بده یه جورایی، یعنی بچه تازه میخواد به دنیا بیاد، به دنیا اومده و موانعی خیلی بزرگ برای این شخص ایجاد کرده و یا منتظر خبره. ممکنه که در مورد یک بچه خبری به گوشش رسیده و منتظر تایید گرفتن در مورد این. از طرفی در مورد شما هم خیلی میدونه که شما منتظرید، میدونه که شما یه جورایی منتظر تماسی از این شخص هستید یا خیلی در انتظار گذاشته شما رو. خیلی این شخص نظرش راجع به شما اینه که خیلی شاید سخت میگیرید یه سری چیزا رو، خیلی به این شخص دارید سخت میگیرید، براش حد و مرز مشخص کردید و این مشکلاتش رو شاید درک نمی کنید. یه همچین نظر و دیدی داره این فرد. این شخص راجع به شما فکر میکنه که شما گذشته، دردای گذشته، ناراحتیه که در مورد حالا یک عشق بد داشتید و پشت سر گذاشتید الان توی زندگیتون و دارید رو به جلو حرکت میکنید. نظرش اینه که شما همیشه خودتون رو شفا میدید و رو به جلو حرکت میکنید و یک جورایی انرژی مثبت شما انرژی مثبت زیادی که دارید همیشه باعث میشه که یه سری چیزای کوچولو، یه سری حالا عیب‌های کوچولو که حالا دارید به چشم نیاد. این فرد اینجوری فکر میکنه که شما خیلی خوب در مقابل دیگران، در مقابل بقیه میتونید احساسات خودتون رو پنهان کنید. میتونید، دقیقاً کارتی افتاده که خودش انگار نمیتونه حس خودش رو پنهان کنه و لو میده خودش رو، اما راجع به شما فکر میکنه که شما میتونید اینو کنترل کنید و حتی انقدر انرژیتون مثبته، انقدر ویژگی های مثبت دارید درون وجودتون که دیگران همه توجهشون روی اون مثبت ها جمع میشه و زیاد به منفی ها و حالا یه سری چیزای منفی توجه نمیکنن. خب همچین نظری داره دیگه، منم باید همه چیزو بهتون بگم. این فرد میترسه، گفتم مطمئن نیست که اگه بخواد بیاد سمت شما آیا شما میپذیریدش، شما قبولش میکنید یا نه. به خاطر همین یه جورایی انگار منتظر مونده، منتظر یک نشونه از شما، منتظر یک علامت از شما. خیلی بسیار برای این شخص شما جذاب هستید، یه ویژگی های خیلی خاص و منحصر به فرد دارید، به خصوص توی ظاهر خیلی شما رو شیرین میبینه، خیلی دوست داشتنی میبینه ظاهرتون رو و یک جورایی ترس از دست دادنتون رو داره، ترس اینکه نکنه فرد دیگه‌ای بیاد تو مسیر شما و پرجرأت‌تر، شجاع‌تر از این فرد باشه و بیاد و یک رابطه رو با شما شروع کنه. یه همچین دیدگاه و همچین فکری داره این شخص راجع به شما.
این آدم رو دارم میبینم که کاملا خودش خاموش مونده، خودش ساکته و یک جوره هیچی از خودش بروز نمیده و در مقابل شاید به خاطر همچین رفتار شما هم کاری خاصی نکردید، چیزی بروز ندادید و دارید زندگیتون رو میکنید، دارید رو به جلو حرکت میکنید و این باعث شده که این فرد یه سری افکار اشتباه، افکار شاید در تضاد در مورد شما تو فکرش باشه که فکر کنه که شاید شما اصلا نمیخوایدش به کل. این همچین چیزی رو داره نشون میده. خب اون قسمت اول که راجع به سکس و اینجور چیزا گفتم، ببینید این شخص، حالا درسته که شخص خیلی غرور و خودخواهی هایی داره، اشتباهاتی داره و خیلی کشش داره نسبت به شما، اینجا داره اینو نشون میده، بله، ولی دوست داره کنارتون باشه. این نیست که صرفا فقط قصد و نیتش این باشه. این موضوع باعث شده که الان یکم بخواد بیشتر درگیر بشه، الان یکم بخواد چالشی تر بشه براش این رابطه و حالا شخص شما. خب دیگه نظر این شخص راجع به شما چیه؟ این شخص داره اذیت میشه از انتظار کشیدن، یا فکر میکنه که شما رو خیلی اذیت کرده از انتظار، از منتظر موندن برای دریافت یک پیام از سمت این شخص و اینو میدونه و خیلی خودش هم داره نشون میده که از این بابت داره اذیت میشه و همش دنبال اینه که یا شاید منتظر شماست. اینم میشه گفت اگه اون فرد منتظر شماست، این انتظار میتونه هر دو طرفه باشه یک جوری و باعث اذیت شده، خیلی داره شدید میشه این اذیت و آزار انتظار کشیدن. این شخص انگار یک جورایی توی مشکلات مالی داره، مشکلات قانونی داره، مشکلات سند، چک، از اینجور چیزا داره و چاره ای نداره انگار جز این که فعلا سکوت کنه، جز این که فعلا از دور شما رو ببینه و ساکت باشه. نابالغ این شخص. میخواستیم نظرش رو به شما بدونیم ولی همش داره خودش رو نشون میده. این شخص رو داره میگه که من یه سری حرفا، یه سری صحبت ها رو باید با تو بکنم ولی فعلا ترجیح میدم سکوت کنم، فعلا میخوام سکوت کنم چون که عکس العمل شما رو نمیدونه. فکر میکنه که شاید شما یه حرفی یهو بهش میزنید که ناراحت میشه، بهش برمیخوره و درکش نمیکنید. این مشکلایی که خودش میگه چاره ای ندارم جز سکوت، همونایی هست که فکر میکنه شما درکش نمیکنید این مسائل. و اینجا داره میگه این فرد خودش شخص نابالغیه و حرف شما رو خوب نمیفهمه. خیلی وقتا انگار اگه سکوت میکنه در جواب سوال شما، در جواب حرف شما، یکی از دلایلش این میتونه باشه که خیلی وقتا شما رو درک نمیکنه، نمیدونه که چی دارید میگید، منظورتون چیه، چون که خودش آدم ممکنه نابالغی باشه و همه چیزو به شوخی و مسخره شاید بگیره حتی یه وقتایی، و اینکه شما خیلی جدی باهاش حرف میزنید باعث تعجب کردن این فرد میشه. این شخص داره فکر میکنه راجع به شما که ببینه آیا این رابطه ارزش امتحان کردن داره، آیا یعنی شما، حالا برعکسش هم میشه گفت، آیا شما این شانس رو بهش میدید که تجربه کنه شما رو، این رابطه رو بخواد تجربه کنه. این فرد چون که ممکنه که یه جوری در مورد خودش رو به شما نشون داده که شاید سبک زندگی سالمی نداره و به خاطر همین فکر میکنه شما که سبک زندگی سالمی دارید رو به جلو حرکت میکنید، برای آرزو و اهدافتون تلاش میکنید، میتونید بپذیرید که شخصی که عادات ناسالمی داره، زندگی ناسالمی داره یا داشته، در کنار شما باشه. خب این دکو جمع کنم، بریم از تاروت بپرسیم ببینیم که تاروت چی میگه، نظر این شخص راجع به شما چیه. نظر این شخص گزینه 1 راجع به شما چیه؟
فکر میکنم قسمت قبل یه توضیحی از مدل رابطه و حالا خودش بود و اینجا از اینجا به بعد راجع به خود شما نظراتشو میگه. خب این فرد فکر میکنه که شما فردی خانواده دوستی هستید، شخصیتی که خیلی اول که هر جا وارد شید شما به اونجا شادی میارید، اون حال اون جمع و اون محیط رو خیلی خوب میکنید، با ورودتون انرژی مثبتی دارید و فکر میکنه که برای خانواده خیلی ارزش قائلید، شخص خانواده دوستی هستید و همینطور آدمی هستید که میتونه رو حرفتون حساب کنه، میتونه کلا روی شما حساب کنه یه جورایی توی زندگیش، میتونید هواشو داشته باشید، دوست خوبی هستید، دوست وفاداری براش هستید، میتونید باشید. حالا شما رو کاملا یه جورایی شاید برعکس خودش میبینه، خودش رو یه فردی میبینه که شاید خیلی جا توی خیلی یه سری مسائل بی تجربه است، تجربه کافی نداره، ولی شما انگار خیلی با تجربه و خیلی درست عمل میکنید توی اون مسائل، یعنی تصمیمات بهتری میگیرید، قدم های بهتری برمیدارید، با اینکه فکر میکنه احساساتی هم هستید، نظرش اینه که با اینکه احساسی هستی یه جاهایی ولی خب به وقتش تو زمان مناسب دیدم که تصمیمات خوبی میگیری، توی حتی شرایط حاد میتونی بهترین بحران هویت رو داشت، یعنی یه جایی چیز رو جمع کنین، بحران رو خیلی خوب جمع کنین. هویت چی بود؟ بحران هویت یه خوب گفتم. این نظرش خیلی راجع به شما این فرد فانتزی میکنه، خیلی فکر میکنه خیلی یارو شبیه شما میبینه، فکر میکنه این روزا یا از زمانی که شما رو دیده با شما آشنا شده هر کیو میبینه خیلی همه شباهت دارن به شما. از نظر خودش میگه چرا اینجوریه، چرا من اینقدر آدمای شبیه تو میبینم این روزا. و چیز دیگه که نظر داره راجع به شما، فکر میکنه که شما یه نیمه پنهانم دارید، فکر میکنه یه جنبه پنهانی دارید که شاید تا الان هنوز کشفش نکرده، تا الان هنوز نفهمیده. یه وقتایی خیلی سرکش میشید، خیلی شیطون میشید، یه جورایی بازیگوش میشید که این فرد یه جورایی فکر میکنه اون نیمه پنهان توی این قسمت شما هست، توی زمانی هست که یکم سرکش و شیطون میشید. همچین دیدی هم داره نه نسبت به شما رو خیلی شجاع میبینه. فکر میکنه که با هم میتونید یه کاری خطرناک هم حتی انجام بدید، یعنی اگه بخواد شما انجام میدید، شما پایش هستید، خیلی پایه میبینه شما رو تو اینجور چیزا. این فرد فکر میکنه رابطش دوستیش با شما دوستی با کسی اگه شروع کنید حالاها ادامه میدید این رابطه، یعنی رابطه های طولانی مدت دارید، دوستی های طولانی مدت دارید تو زندگیتون، آدمی نیستید که خیلی زود گذر باشه. ظاهر و تیپ شما رو دوست داره، میگه یه وقتایی که تیپ های متفاوتی میزنی که خیلی خاصه، جذابه براش این تیپ هایی که میزنید و همینطور میگه بهتون میاد، میگه تیپ هایی که میزنید خیلی بهتون میاد، کلا رفتارتون با شخصیتتون، تیپتون با هم یه جورایی مطابقت داره و این خیلی براش خاصه. میگه یه وقتایی تو ظاهر غلط اندازی، تو ظاهر شاید کسی تو رو نشناسه یه چیز دیگه راجبت فکر کنه، ولی من که میشناسمت متوجه مهربونیت شدم. شاید تو ظاهر خیلی یکم جدی و مغرور باشید، ولی وقتی با کسی صمیمی میشید مهربون و خیلی فداکار و دلسوز هستید در واقع. و این شخص میگه من اینو دیدم، ولی یکی اگه از بیرون ببینه نشناسه شما رو فکر میکنه که خیلی جدی و مغرورید و کاملا متفاوت از چیزی که در زمان نزدیکی میفهمه. این فرد میگه شما از حق خودتون دفاع میکنید، اجازه نمیدید که بخوان حقتون رو بخورن، بخوان بی‌عدالتی در مورد شما انجام بدن.
شما هم می ایستید و خیلی شجاعانه این حقتون رو دریافت میکنید. و همینطور تو مسائل احساسی اینجور نظری داره راجع به شما، میگه اگه طولانی مدت بشه هم شما صبر میکنی فقط برای اینکه به حق خودت برسی، به اون چیزی که حقته. آدم نیست که زود پا پس بکشه، زود بخواد عقب نشینی کنه، جا بزنه یک جورایی. یه همچین نظرایی داره راجع به شما. خب طولانی نمی کنم، جمع کنم برای بذارید یه توصیه هم بکشم براتون، ببینیم این فرد خب چه توصیه برای شما هست راجع به این فرد و این رابطه. داره میگه که احساسات مرده شده، احساسات سرد و خاموش شده خودتون یا شخص مقابل رو توی این رابطه دوباره زنده کنید. یه سری احساسات که کلا از ذهنتون پاکش داشتید میکردید دوباره زندهش کنید، دوباره جون بهش بدید. زمانش هست که این کارو بکنید. بعد از یک دوره هیلینگ و یک دوره شفا میتونید دوباره احساساتتون رو نسبت به این فرد زنده کنید و دراما برای خودتون درست نکنید راجع به این شخص. خودتون رو خاموش نکنید، از زندگی و لذت بردن رو از خودتون نگیرید به خاطر این رابطه، این شخص، و الکی ناراحتی ایجاد نکنید. به سلامتی خودتون فکر کنید توی این رابطه و احساساتتون رو زنده نگه دارید. اگه رابطتون با این شخص خیلی مثبت نبوده، به نتیجه خوبی نرسیده، اینجور نباشید که دیگه هیچ رابطه‌ای به درد من نمیخوره، هیچ حسی درون من دیگه نمیشه ایجاد بشه. میگه اینجوری فکر نکنید. اگه واقعا این رابطه تموم شده و یک رابطه سمی و تاکسیک بوده، ولی اگه نه اونقدر سمی نبوده، میگه باز هم شانسی بدید به این رابطه، احساساتتون رو زنده میتونید بکنید. خب جمع کنم برای گزینه 2، بریم ببینیم که اون فرد راجع به شما چی فکر میکنه. خب بریم برای گزینه دوم ببینیم که نظر این شخص گزینه 2 راجع به شما چیه. کلا اول مثل قسمت گزینه قبلی میکنم، ببینیم که راجع به خودش و شما، مدل رابطتون کلا چه دیدگاهی داره، چه فکری داره. بعدش در مورد شخصیت شما و حالا نظری که داره. خب ببینیم که این فرد دیدگاهش راجع به رابطهش با شما، راجع به خود شما چیه. شما براش یه فرد امنید، یه شخصیتی که شما براش یه شخصیتی هستید که میدونه جاش پیش شما امنه، میدونه در کنار شما خیالش راحت میتونه باشه از همه چیز، از درگیری ها، از دغدغه‌ها، و همینطور بودن کنار شما بهش اعتماد به نفس میده. این شخص رو دارم میبینم شما رو خیلی فرد کاریزماتیک و جذابی میبینه، یه شخصیت بسیار موفق توی زندگیتون میبینه شما رو و این بهش یه حس غرور و یه حس خوبی میده در مورد شما و این رابطه. نظرش اینه، چون که انگار شما روی خودتون کار میکنید، رو به جلو حرکت میکنید تو زندگیتون و خودتون رو شفا میدید. خیلی سریع خودتون رو از انرژی منفی، از اتفاقات بد شفا میدید و سریع سر پا میشید. شما رو یه شخص خیلی قوی میبینه این فرد. خب خیلی هم بر زدم، ولی نمیدونم چرا کارتا تکراری داره میفته. اما خود این فرد انگار در مورد شما همیشه یه جوری رفتار کرده، انگار نمیخواد، انگار یه جورایی نمیخواد تعهد بده، گزینه‌های دیگه‌ش رو میخواد باز بذاره. یا توی گذشته ممکنه اینجوری بوده، تعهد نداده، یه جوری دوستانه رفتار میکرده که شما اینجوری فکر کنید که حالا میتونه در مورد شما هم اینجوری فکر کنه. اگه خودتون احساس میکنید برعکس برداشت کنید. اینجا داره فردی نشون میده که نمیخواد تعهد بده، نمیخواد گزینه‌های دیگه‌ش رو محدود کنه و ببنده، با همه میخواد رفتار دوستانه داشته باشه. این
این کارت در مورد رابطه‌تون داره میگه که پشت سر حرف زدن توی این رابطه همه چیز رو ممکنه برای شما خراب کنه. اگه اجازه میدید که دیگران راجع به رابطه‌تون، راجع به شخص مقابلتون صحبت کنن، این موضوع رو همینجا کات کنید و اجازه ندید دیگه این اتفاق بیفته، چون که این صحبت ها آخرش باعث خرابی بزرگی میشه توی این رابطه. دیگه زمانی و بعدش پشیمونی دیگه برای شما ممکن سودی نداشته باشه. اینجا داره میگه که شما توی توی این رابطه مسائل کاری و دخالت نمیدید، یعنی مسائل کاری و مسائل رابطه و عاطفیتون رو با هم دخالت نمیدید. این دوتا رو از هم جدا کردید یک جورایی و اجازه نمیدید که رابطه بخواد یه جورایی مانع رشد و پیشرفتتون تو مسائل کاریتون بشه. یه همچین دیدی داره و اینجا داره میگه که این فرد احساس میکنه که نمیتونه شما رو راضی کنه، نمیتونه هر کاری، نمیدونه چی کار کنه، هر کاری کرده تا الان شاید نتونسته شما رو راضی کنه و فکر میکنه دیگه در توانش نیست و خیلی یه وقتایی از این قضیه ناراحت میشه، انرژیش میفته پایین و یه جوری نمیدونه چاره‌ای براش نمیمونه که چی کار باید انجام بده، چون که فکر میکنه شاید برای شما خوب نباشه. این فرد فکر میکنه برای شما خوب نیست، فکر میکنه درها به روی این شخص از سمت شما بسته است. شاید فکر میکنه شانسی نمیتونه با شما داشته باشه. اینجا داره در مورد این فرد کنار شما حالش خوبه، ولی انگار حالش خوب بوده ولی نسبت به خط قرمزای شما توجه نکرده و الان ممکنه در براش بسته شده. حالا یا شما در رو بستید و دارید رو به جلو به سمت پیشرفت خودتون حرکت میکنید به خاطر اینکه این فرد تعهد نداده به شما. این براش یه زنگ خطر بوده، یه پرچم قرمز بوده که این در بسته که این فرد بخواد به خودش بیاد و یک جورایی این رابطه رو، این عشق رو جدی بگیره و متوجه این بشه که این عشق واقعیه و اینجوری نیست، رابطه دوستانه و سطحی نیست که این فرد بخواد توش تعهد نده یا گزینه‌های دیگه‌ش هم باز بذاره. یعنی یه جورایی به این نتیجه رسیده که بهترین گزینه برای شما هستید و نسبت به حرف دیگران هم متوجه شده که دیگه نباید واکنش نشون بده یا براش اهمیتی داشته باشه. دقیقاً اینجا داره میگه که این فرد میخواد متعهد بشه، میخواد آروم آروم رابطه رو به یک مرحله بعد ببره. داره از یک رابطه خیلی خوب اینجا صحبت میکنه، رابطه که توش حمایت کردن هست، توش ساپورت کردن هم دیگه هست و به شما پیشرفت میده توی زندگیتون. یعنی بعد از گذشتن یک دوره سخت، یه سری رفتارهای اشتباه و سمی که متوجه شدید هر دو و باعث کات رابطه شده، این فرد الان میخواد تغییراتی رو انجام بده در خودش و این رابطه. میخواد باهاتون تماس بگیره ولی ترس از جواب ندادن شما داره. این شخص هم دنبال یه نشونه از شماست که این جرأت رو به خودش بده که بخواد باهاتون ارتباط بگیره. اینجا داره میگه که این فرد فکر میکنه که اگه شما بخواید این شخص رو دوست نداشته باشید، اگه دیگه نخواید این فرد به اندازه کافی به شما بهونه داده، یعنی به اندازه کافی اتفاقات بد، رفتارهای بد داشته، خودش اینو انگار میدونه و میگه که نظرش راجع به شما اینه که شما به اندازه کافی برای این آدم صبر کردید، به اندازه کافی باهاش سازش کردید و بعدش در رو بستید. اینو قبول داره چون که فکر میکنه که توی رابطه به نشونه ها، به پرچم‌های قرمز توجه نکرده این شخص و عشق واقعی که شما داشتید بهش میدادید و نادیده گرفته.
این فرد آدمیه که شاید پارانوید داشته باشه یا در مورد شما فکر کنه شاید شما خیلی مشکوکید، خیلی شک دارید همیشه به این فرد و میخواد اعتمادتون رو جلب کنه، یا اینکه خودش آدمیه که خیلی سخت اعتماد میکنه، سخت اطمینان میکنه به آدما، ولی خب انگار آروم آروم داره به این نتیجه میرسه که شما رو باور کنه، بهتون اعتماد کنه و دستتون رو بگیره و این رابطه رو به یک عشق حقیقی تبدیل کنه. همچنان یه جورایی ترس و شک‌هایی داره درون خودش، یعنی آدمیه که شاید یک تماس این شخص رو شما پاسخ ندید، جواب ندید، تو ذهن خودش هزار جور فکر رو بر چیز میتراشه که آره الان این اتفاق داره میفته، اون اتفاق میفته. خیلی ممکنه ترسای زیادی داره توی رابطه، ولی داره درست میشه. این قضیه نسبت به شما، یعنی رابطه شما، رفتار شما باعث شده که اعتمادش بخواد جلب بشه این شخص. خب دیگه ببینیم این فرد چه نظری داره نسبت به شما. این شخص یه جورایی میگه که به شما اعتیاد پیدا کرده، معتاد شما است، یه همچین معنی داره میده این کار. یه جورایی دلش نمیخواد بره، دلش نمیخواد این رابطه رو ترک کنه دقیقاً، و چشم انتظاری زیاد خستش کرده. احترام گذاشتن، در رو باز کردن برای شما. دقیقا اینجا در بسته بود، اینجا در خونه بود، این در ماشینه. کلا ممکنه که از این بگه، از پیشرفت این رابطه بگه که یک مرحله کوچیک، قدم کوچیک توی لول اپ انگار براتون قراره که اتفاق بیفته و این شخص توی فکر این مسائل هست و اینجا داره میگه که مشکلاتی که توی این رابطه بوده قابل حل شدنه. این شخص انگار به این نتیجه رسیده که میتونه یه سری چیزا رو حل کنه. انگار شما ازش چیز خاص و زیادی نمیخواستید، ازش احترام میخواستید، ارزش توجه کردن، که این فرد الان داره فکر میکنه که این کار رو برای شما انجام بده، یک جور جدید بخواد با شما رفتار کنه. برمیگردونم میخوام کارت جدید بیفته، مثل قبلی تکراری نمیخوام بیاد. خیلی این رابطه از دید این شخص داره کند و آهسته پیش میره، همچین دیدی داره، یا خودش تصمیم داره خیلی آهسته پیش ببره این رابطه رو، ولی چون که میخواد کاملا میخواد از همه چیز مطمئن باشه این فرد. یعنی میگه تا زمانی که از همه چی 100% مطمئن نشدم دوست میمونیم، مثل دوتا دوست خیلی خوب هستیم با هم، خیلی نباید سخت بگیریم، ولی وقتی مطمئن بشم، وقتی ببینم تو امنی برای من، اون موقع یه لول اپ درست حسابی انجام میدیم تو این رابطه. خب این دکو جمع کنم، بریم از تاروت الان در مورد شخصیت واقعی شما نظرش چیه. اون قسمت برای کلیات بود. خب نظر این شخص راجع به شما چیه؟ این شخص، شما یک جاهایی شما برش الگو هستید، یه کارایی کردید که این فرد خیلی برش خاص بوده، دوست داشته و خودش هم سعی کرده یاد بگیره، خودش هم سعی کرده از اون رفتار تو زندگیش استفاده کنه. خیلی شما رو این فرد تو چشم میبینه، فکر میکنه که مشخصاتی، خصوصیاتی دارید که خیلی قابل تحسینه، تو چشمه، خیلی شما رو یک دوست خوب میبینه، فکر میکنه شما فردی هستید که شاید خیلی یاد بخوان با شما باشن، شخص با ارزشی میبینه، به خاطر همین میخواد یه حصار بکشه دور شما، میخواد شما رو نگه داره تو زندگیش. به خاطر همین حتی میگه به خاطرش ارزش داره که توی روی یه سریا بیستم، یه جوری با قاطعیت در مقابل شما، یا حتی شما خیلی قاطع و جدی هستید یه وقتایی و خیلی قابل اعتمادید برای این شخص.
قابل اعتمادید، حتی در حدی که بخواد پولش و زندگیش رو به شما بسپاره، اعتماد کنه به شما تو مسائل مالی. شما روی همچین فردی میبینه، فردی که انگار آدم وقتشناسی هستید، آدمی که شاید زمان و بیهوده از دست نمیدید، بیهوده هدر نمیدید. و نظر دیگه که داره راجع به شما اینه که شما همیشه روی خندان دارید، گشاده رو، یه جورایی همیشه حالتون خوبه. یه همچین دیدی داره نسبت به شما و آدمی نیستید که بخواید با اخم و تخم با کسی برخورد کنید یا حالا توروش بخواید اینجوری پس بزنید این فرد و یه همچین حالتی. شخص مهربون و خوش روی میبینه شما رو، حتی مهمان نواز ممکنه باشید. خب اینجا داره میگه که این فرد نظرش راجع به شما اینه که شما لجباز میشید یه وقتایی برعکس حال خوب و رفتار خوبتون یه گاهی هم خیلی لجباز میشید و وقتی یک کارهای تکراری انجام میدید، دقیقا کارهایی که میدونید که حرصه این فرد رو در میاره ولی بازم انجامش میدید و اینو خیلی ناراحتش نمیکنه این فرد، چون که از علاقه شما آگاهه نسبت به خودش. این فرد نظرش راجع به شما اینه که شما خیلی تو درونتون یه آرامش و یه صلح درونی دارید که انگار هر کسی هم کنار شما قرار بگیره این آرامش رو میتونه دریافت کنه. یه حس امن، یه حس راحتی میتونه در مقابل شما خودش باشه، خود واقعیش رو بهتون نشون بده. نظرش راجع به شما اینه که شما خیلی در بند حرف دیگران و این اون نیستید، برای خودتون زندگی میکنید، خیلی نسبت به حرفای دیگران حساسیت و عکس العمل نشون نمیدید. حیوان دوستید، طبیعت دوستید، دقیقا طبیعت رو داره نشون میده، خیلی دوست دارید و حتی میگه شما قدرت زیادی دارید که این قدرتتون به خودتون ثابت شده است. شما فردی هستید که توی تنهایی هم میتونید با خودتون حالتون خوب باشه، خیلی شما رو نیازمند، خیلی وابسته نمیبینه این شخص و فکر میکنه که یک چیزی رو اگه شما شروع کنید تا تهش میرید، ادامه میدید تا به نتیجه برسونیدش، تا ثمرش رو دریافت کنید. کاری رو وسط راه ول نمی کنید، رابطه رو وسط راه ول نمی کنید، برعکس خودش شاید اینجور چیزیه. میگه شما خیلی از خیلی آدمای حسود دوره شما زیادن، یعنی یه جوری میبینه شما رو که ممکنه حسودای زیادی داشته باشید. خیلی ها بخوان مثل شما رفتار کنن، مثل شما خودشون رو درست کنن، کلا فکر میکنه خیلی حسادت میکنن به شما. نظرش اینه که شما تو زندگیتون با اینکه حالا این فرد انگار میدونه که سختیایی کشیدید، چیزای زیادی رو تحمل کردید، ولی بازم ظاهرتون رو حفظ میکنید. این حفظ ظاهر کردنتون رو براش جذابه که انگار نمیذارید بقیه از مشکلات زندگیتون چیزی بفهمن. شما روی اعتقاداتتون پایبندید، یعنی از نظر شما خیلی نسبت به اعتقاداتتون مقیدید و حالا اجازه نمیدید که دیگران بخوان تاثیر بذارن و با یک حرف کوچیک شما رو نظرتون رو بخوان عوض کنن. میگه به این سادگی ها نمیشه که نظر شما رو نسبت به چیزی تغییر داد. میگه اطمینانی به خودتون دارید که این باعث میشه که حرف بقیه خیلی براتون ارزش نداشته باشه که نه، خیلی تأثیر روتون نذاره. این شخص فکر میکنم نظرش اینه که شما خیلی چیزا دارید تو زندگی، چون دارایی های زیادی دارید، چیزای زیادی دارید برای اینکه به نمایش بذارید، به رخ بکشید، ولی اینجور آدمی نیستید که اهل خود نمایی کردن نیستید. با اینکه دارید، با اینکه خیلی چیزا دارید برای نمایش دادن، ولی این کار رو نمی کنید. نظر دیگه این شخص نسبت به شما اینه که
شما گاهی خیلی بیش از اندازه صبورید. این فرد یه همچین نظری داره، فکر میکنه یه وقتا خیلی زیادی از حد صبور میشید، صبر میکنید، انتظار میکشید، سر جاتون میشینید، کاری نمیکنید. فکر میکنه شما خیلی به سلامتی خودتون اهمیت میدید و خیلی به حال سلامت ظاهرتون خیلی میرسید، خیلی بر خودتون وقت میذارید، بر ظاهرتون به خصوص. از بوی عطر شما این فرد خیلی خوشش میاد و همیشه انگار یه بوی آشناس براش این عطر شما یه همچین چیزی رو داره نشون میده اینجا. و این فرد نظرش راجع به شما اینه که شما هر کسی به شما پشت کنه، هر کسی بخواد شما رو از دست بده، قطعا پشیمون میشه، قطعا یه جورایی پشیمون میشه. حالا یا خودش پشیمون شده یا کلا با ارزش بودن شما تو دیده این فرد میگه. و اینکه میدونه که انگار شما اونقدر بخشنده هستید که یک شانس دیگه به این فرد بدید. این شخص همچین دیدی داره، فکر میکنه که شاید به ظاهر پشت کردید به این شخصی، حالا کلا اصلا فاصله گرفتید، ولی میدونه که انگار میتونه که شانس دوباره با شما داشته باشه. این فرد شما رو تو برنامه ریزی کردن خیلی قبول داره. توی پیشنهادهایی که بهش میدید، راهنمایی، توصیه‌ای که بهش میکنید، نقشه هایی که میکشید، برنامه هایی که دارید و بهش میگید، خیلی با جدیت گوش میکنه، قبول میکنه و حساب میکنه روشون. یعنی میدونه شما برنامه ریز خوبی هستید توی مسائل زندگی. این شخص هم شما رو خانواده دوست میبینه، فردی که به خانواده خیلی اهمیت میده تو زندگیش و همینطور ماشین باز، فکر میکنه ماشین بازید، ماشین رو دوست دارید و همینطور فکر میکنه شما تو زندگی خودتون، گردش زندگی دست خودتونه. شاید خانواده شما خیلی نمیتونن تأثیر بذارن یا حتی میتونن اگه بستگی داره به شرایطتون. اینجا خانواده رو داره نشون میده و پشتش یک کارت اقدام و حرکت. ممکنه که گاهی خانواده شما جلوی حرکت و اقدام شما رو بگیرن. اگه اینجوری هستید این نظر رو داره نسبت به شما و یک جورایی خیلی فقط خانواده میتونه روی شما تاثیر بذاره. فقط خانواده، دوستان، کسای دیگه نمیتونن روی نظر شما، کاری که میخواید بکنید تاثیر خاصی بذارن. میگه شما خیلی بلند پروازید، خیلی تو زندگی آرزوهای بلند و بالای زیادی دارید، آرزوهای دور از دسترس دارید و میخواید برید اون بالای بالا. یعنی خودتون رو لایق این پیشرفت و به اوج رفتن میبینید و این شخص توی شما میبینه. میگه شما برنامه‌ریزی خوب دارید، خوب میریزید و قطعا اگر زمانی روزی به این جایگاه برسید حق خودتون هست که این اتفاق براتون افتاده. قطعا خب کافیه دیگه. ببینم چه توصیه‌ای داره برای رابطه شما با این فرد. اینجا نارسیسیست رو داره نشون میده، داره میگه که اگه این شخصی که شما برش نیت کردید یه فرد نارسیسه و همچین رفتارهایی داره، سعی کن در مقابلش حق خودتو بگیری یا حد و مرز براش مشخص کنی و حالا اجازه ندی که این شخص خیلی در خودش بخواد اونقدری غرق بشه که شما رو نادیده بگیره. و همینطور
حالا به غیر از خود این شخص داره میگه اگه توی یک حالا موضوعی، توی یک انرژی منفی مدتیه که درگیری با یک فرد نارسیست و حالا داری درگیرش میشی و نسبت به روابطت بعد مشکل درست کرده، داره میگه که گیر نکن توی همچین چیزی، توی سیاهچاله افراد نارسیست گیر نکن، افراد خودشیفته، و از حق خودت دفاع کن، به خودت فکر کن و همینطور نوری که وارد زندگی شده رو ببین. زمانشه که برای پاکسازی خودت وقت و انرژی بیشتری بذاری و خودتو توی این سیاهچاله گیر ننداز، گیر نکن. یه همچین چیزی داره بهتون میگه. به اعداد، به ساعت ها، به موزیک ها، به کلماتی که تکراری میشنوید دقت کن، برات پیامی داره. حرف ام، مسائل جنسی، بلاک ها باز میشه، موزیک بعد میگم این مشکل حالا حل نخواهد شد. دیگه خودتون ببینید چه مشکلی هست. داره میگه این حالا حل نمیشه، میتونه ربط به مسائل جنسی داشته باشه چون یه کارت قبلیش بود. قراره ببینیش، قراره یکی رو ببینیم و همینطور یکی رو میبینی ولی بعدش ممکنه که این فرد دوباره ازت فاصله بگیره و بگه یک مدت با من کاری نداشته باش. بله، یه جواب بله بهتون داره میده. خب قضاوتش نکن، اشتباهه. خیر خیر خیر، بسیار بد. چرا؟ یه بله اومد براتون، 3 تا نه اومد. ممکنه که جواب 2 تا نیت شما باشه. به اون کلمه قبلی که گفتم توجه کنید، من یادم نمیاد چی گفتم. کلمه قبلی توجه کنید، اونجوری جواب نیت خودتون رو برداشت کنید که برای کدومه. خب موزیک روزبه بمانی، به من نگو عاشق. خب عزیزان تمام شد. امیدوارم که دوست داشته باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.